تصور کن قرنها پیش، زمانی که بشر بیماری‌های روانی رو نفرین ارواح خبیثه می‌دونست، جایی که درمان افسردگی طلسم‌های عجیب و مراسم رقص آتش بود. اما یک روز همه چیز تغییر کرد. بله، اینجا شروع داستان زیگموند فروید، مردی که روانشناسی رو از تاریکی افسانه‌ها به روشنایی علم کشوند. اما قبل از او داستان چه بود؟ تولد یک علم. قرنها پیش فیلسوفانی مثل ارسطو و افلاطون جستجوگرانی به دنبال راز ذهن انسان بودند. ارسطو در کتاب در باب روح می نویسه ذهن گنجینه‌ایه که حتی خودمون کلید اون رو گم کردیم. ابن سینا در کتاب شفا از رابطه جسم و روان میگه. اون نخستین جرقه‌های روانتنی رو روشن کرد. اما این فقط شروع ماجراجویی بود. انقلاب قرن 19. ویلهلم وونت آلمانی اولین آزمایشگاه روانشناسی رو ساخت. او فریاد زد دیگر ذهن را با فلسفه تفسیر نکنید، آن را اندازه بگیرید. اما این فروید بود که با کتاب معروفش تفسیر رؤیا دنیا رو تکون داد. فروید باور داشت ذهن ما کوه یخیه که بیشتر اون زیر آب مخفی شده و بعد شاگرد شورشی اون کارل گوستاو یونگ اومد تا از کهن‌الگوها بگه، از سایه هایی که در وجود همه ما زندگی میکنن. جنگ بزرگان. قرن 20 عصر نبرد غول‌ها بود. ایوان پاولوف با سگ‌ها و زنگولش ثابت کرد رفتار ما چطور شرطی میشه. جان واتسون فریاد زد یک نوزاد به من بدهید، او را به هر که بخواهید تبدیل میکنم. و اسکینر با جعبه‌های معروفش قفل تقویت و تنبیه رو رمزگشایی کرد. این مردان روانشناسی رو از برج عاج به خیابونا آوردن، علمی که حالا میتونست دردهای روزمره انسان رو درمان کنه. و این گونه روانشناسی از دل افسانه‌ها، جنگ‌ها و آزمایش‌های عجیب متولد شد. اما داستان همینجا تموم نمیشه. در قسمت بعد به سراغ اسرار هیپنوتیزم فروید و رازهایی میریم که حتی او جرأت گفتنشون رو نداشت. اینجا کنکاشه، جایی واسه فکر کردن در مورد مسائل مختلف، مسائلی که زندگی هامونو به هم گره زده و ما رو به مردمانی هم سرنوشت بدل کرده.